میدونی کیا رو باید جر بدیم؟ این دخترای بدجنسو، اینایی که خودشونو جلو مردا خاکی و متواضع نشون میدن، بعد به این دختر که میرسن یه دفعه حس ریجینا جورج بهشون دست میدن. فکر میکنن خیلی کوله که بدجنس باشن و به دخترها تیکه بندازن. فکر میکنن الان یه تیم فیلم برداری جلوشون داره کارای اینا رو ضبط میکنه. ما هم با یه پاکت چوستفیل نشستیم ببینیم حرکت بعدشون چیه. شما باید بری تراپی فدات شم. با تراپیست حرف بزن، یه برو سفالگری کوزه گلی درست کن، یه برو اصلا یه درخت رو بغل کن. واسه من نمیدونم، مشکلات تو خودت حل کن. چون حل نکنی در همین حین که فکر می‌کنی خیلی کولی داری به بدجنسیت ادامه میدی، گیر یه نفر میافتی که اشاره مستقیم نمی‌کنن ولی 2 times بچه. اون درختی رو که بغل نکردی میکنه توت، میذارت توی اون کوزه گلی که نساختی، میفرستت پیش اون تراپیستی که پیشش نرفتی. خودت مشکلات خودت بزرگ شده. بای